بارها شده که به یه بقالی رفتیم یا هایپرمارکت رفتیم و میخوایم نوار بهداشتی بخریم. واکنش ما چجوری بوده اون موقع خرید؟ حواسمون هست که کسی نگاه نکنه، مرد نیاد و کسی متوجه نشه و در آخر که داریم میریم صندوق، فروشنده اون رو داخل یه نایلون مشکی میذاره. یا اتفاق زیادی شایعی که بین همه خانواده ها ممکنه بیفته تو مهمونی هاست و اینکه بچه ها 2 تا 3 تا میشن و میرن تو اتاق و درب رو میبندن و وقتی یکی سرزده وارد اتاق میشه چه اتفاق میفته؟ با یه صحنه بدی روبرو میشه. آیا برای شما هم اتفاق افتاده؟ مورد اول نوار بهداشتی و مورد دوم بچه ها تو اتاق. چه حسی داشتی اون موقع؟ چیا تو ذهنت مرور شده؟ وقتی نوار بهداشتی میخریدی این که بده، زشته، کسی نبینه برات مرور شده؟ یا رفتی از جایی نوار بهداشتی خریدی که اصلا فروشندش خانوم باشه؟ اصلا تا حالا همسرت رو فرستادی که نوار بهداشتی بخره؟ و در لحظه‌ای که بچه داخل اتاق بوده و با اون صحنه روبرو شدی، میری دنبال بچت میگردی تو مهمونی، میبینی نیست، میری تو اتاقی که دربش بسته است، با بچت روبرو میشی، چه حسی بهت دست میده؟ همه اینا برمیگرده به مدل آموزش جنسی که به ما داده شده، به اصطلاح تربیت جنسی. هر چیزی یه لول آپی داره و توی یه سطحی قرار داره و من خودم رو باید به اون لول و سطح برسونم تا بتونم از اون چیز استفاده کنم یا در کنار اون حالم خوب باشه. شما توی خونه‌ای که لاکچری ترین خونه و بروزترین خونه روز زمان هست زندگی میکنی، ولی وقتی بلد نباشی با دکمه هاش، بلد نباشی با سنسوراش، با گرمایش، با سرمایشش کار کنی، چه فایده‌ای داره؟ آیا زندگی کردن در اون بهت لذتی میده؟ چجوری میشه که تو اون خونه لاکچری باز دلهره، دل استرس و دلشوره میگیری؟ به خاطر اینکه مدل رفتار با اون دستگاه ها، دکمه ها رو بلد نیستی و به ما استرس وارد میشه. چه موقعی به بچه ما ترس و اضطراب جنسی وارد میشه؟ وقتی که فرزند ما تربیت جنسی ندیده باشه. خب شاید بگیم که تربیت جنسی چیه؟ زوده، زشته، از کجا براش بگم؟ چی بگم؟ از رفتار ما تربیت جنسی کودک ما ساخته میشه. از عادتها، رفتارها، هابیتها، روتینهای زندگی ما، واکنشهای ما، رفتارهای جنسی کودک ما و تربیت جنسی کودک ما شکل میگیره. به همین سادگی. مثل همه پارادایم هایی که فرزند ما داره هیچ فرقی نمیکنه. ما دیتاها و اطلاعاتی که رابطه جنسی هست، یعنی در رابطه با جنسیت هست، ما دیتاها و اطلاعاتی رو که در رابطه با تربیت جنسی هست به بچه‌مون میدیم، اونم یاد میگیره و تحویلمون میده. ببین مادر عزیز، پدر عزیزی که میگی زوده، زشته، براش زوده، به هم میریزه بچه، اگر وقتی که کودک در موقع خریدن نوار بهداشتی واکنش من مادر یا من پدر کاملا طبیعی باشه، با فروشنده موقع برداشتن از قفسه یا وقتی که بخوای به بقال بگی بده، من کاملا برخورد عادی و طبیعی داشته باشم، این کودک من وقتی که به سن بلوغ رسید و یک دختر نوجوان شد، عادت ماهیانه رو یه چیز عادی میدونه. فکر نمی‌کنه وقتی که پریود عادت ماهیانه یه برچسبی به اینجاست تو جمع انگار فلاشر همه میدونن که این عادت ماهیانه است و باید بدونن که این یه چیز عادیه. وقتی رنگش زرد میشه، وقتی که فشارش میفته، لبش سفید میشه، چرا به دروغ تو جمع میگیم که سرش درد میکنه، سرما خورده، خوابش کم بوده؟ باید بچه‌های ما تربیت جنسی و آموزش ببینن. جزء لاینفک آموزش‌های ما هست. البته ما باید آموزش ببینیم و به فرزندانمون آموزش بدیم.
اگر من آموزش نبینم این میشه که میگم زشته، زوده. این میشه که موقع خریدن نوار بهداشتی پنهان میکنم. این میشه که وقتی آوردم 7 تا کمد قایم میکنم که پسر من نبینه. ولی اگر من آموزش ببینم، وقتی یه دختر نوجوانی دارم، یه داداش کوچیکتری داره، بهش میگم پسرم، من و خواهرت به خاطر هورمون‌های زنانگی هفته‌ای 2-3 روز حال و هوامون مساعد نیست. با من کنار بیا. منو درک کن. مثل وقتی که کسی حوصلش نیست، دپرسه. سر به سر من نذار، شوخی باش نکن. مثال. حالا هر کسی یه نقطه ضعفایی داره تو اون 2-3 روزی که حالش بد میشه. پس باید کاملا طبیعی باهاشون برخورد کنی. بچه‌ای که وقتی میری تو اتاق و با اون صحنه روبرو میشه، خب بهش گفتن که بیا این عمل رو انجام بدیم. اول اینو بگم، اون بچه‌های 7 ساله، 8 ساله، حالا هر سنی که هستن، هیچ برداشتی از اون رابطه به اندازه برداشتی که ما از رابطه جنسی داریم ندارن. در اون سطح نیستن. اونها یه چیزی شنیدن، یه چیزی دیدن، گذرا، و چون فطرت و غریزه انسان رابطه جنسی درش نهفته هست، اونا به این میل گرایش دارن. ولی نمیدونن ریزش چیه، جزئیات چیه. پس نگران اون صحنه ها نباشیم. ولی نگران این باشیم که چرا من به فرزندم تربیت جنسی و آموزش ندادم که این اتفاق رخ داده. من اگر والد آگاهی باشم خودم آموزش میبینم که دیگه اون مامان سنتی نشم که بگم نوار بهداشتی زشته. پس خودم رو آپدیت میکنم، به روز میکنم تا بتونم از پس همه چالش ها و مسائل زندگی و توی مشکلاتی توی تربیت هست از پسش بر بیام. پس حتما میام و آموزش میبینم. اولین مرحله که تو این اتفاقایی که تو اتاق دو تا بچه ها میرن تو مهمونی تو خلوت خودشون، اولین اتفاقی که میفته اینه که بچه به قدری اعتماد به نفسش پایینه که حق دفاع از خودشو نداره. شاید بچه‌ای اصلاً از این رابطه، از این رفتار خوشش نیاد، ترس داشته باشه و حق دفاع از خودشو نداره. به خودش اجازه نمیده از خودش دفاع کنه و اصولاً مورد تهدید اون شخص اصلی قرار میگیره که اگر بری بیرون یا اگر صدا بزنی یا اگر به مامانت بگی فلان میکنم، این کارو میکنم. و بوده بچه‌ای آب و رنگ روغن و همه اینا رو قاطی کرده بوده توی لیوان. ببینید چقدر ذهن اون بچه درگیر بوده، تربیتش داغون بوده، تربیت جنسش آموزش نداده بوده بچه طفلی، که اینو گذاشته بوده برای تهدید بچه‌های میهمان و اون رو میریخته رو فرش، میگفته اگر برین مثلا با من کنار نیاین، با این حرکات میگم که تو این لیوان رنگ رو ریختی روی فرش، حالا مثلا رنگ روغن، حالا هر چیزی، رنگ آبرنگ. و اون بچه‌ها از ترس این نقطه ضعف اونا رو به دست می آورده و بعد اون آسیب رو به اونا میزده. اون بچه شاید از لحاظ جسمی آسیب نبینه، ولی از لحاظ روحی تا عمر داره این پارادایم میمونه و خیلی خدشه‌های بیشتری به زندگیش وارد میشه. مرور خاطرات، مرور اون صحنه باعث میشه که حالش رو بد کنه و یه سری پارادایم‌های بد براش ایجاد کنه. من والد آموزش جنسی رو ندادم. اولین مرحله گفتیم پایین بودن اعتماد به نفس بوده که اون بچه حق دفاع از خودش رو نداشته. نیومده مادر یا پدر رو مطلع کنه. داد نزده، از حقش دفاع نکرده. در رو نیومده باز کنه. پس اولین راه آموزش اعتماد به نفسه. و اینکه ما یاد بگیریم اعتماد به نفس چی هست و چگونه اعتماد به نفس و عزت نفس فرزندمون رو بالا ببریم. یه نکته دیگه‌ای که خیلی کاربردیه اینه که هر از گاهی بچه‌هامون رو به فضای بازی که به راحتی میتونن جیغ بزنن، فریاد بزنن، مثلا کوه، ببریم و بگیم تا دلت میخواد جیغ بزن، خودتو خالی کن، نعره بکش. و بعد از این نعره کشیدن ها بتونیم دفاع رو یادش بدیم. نمه نمه با حالت بازی بگیم خب مامان اگر کسی جایی، البته آموزش جنسی بهش، تربیت جنسی آموزش داده باشیم قبلش،
بگیم اگر کسی زمانی شما رو تو اتاق برد یا خواسته ناخواسته از شما داشت که باب میل شما نبود و به شما آسیب میزد، شما با این مدل جیغ زدن میتونی از خودت دفاع کنی و از حق دفاع کنی، در رو باز کنی، صدا بزنی، اصلا نترس. و مهمتر از همه برخورد من مادر یا من پدر اون لحظه ایه که در به اتاق باز میکنیم و با اون صحنه روبرو میشیم که متاسفانه اکثر والدین با اخم کردن، دعوا کردن، ناراحتی، تهدید کردن، دعوا کردن روبرو میشن و دست خودشون کنترلشون از دست میدن. هوش هیجانیمون رو نمیتونیم کنترل کنیم. پس باید روی هوش هیجانیمون هم کار کنیم. کجا بخندیم، کجا نخندیم، کجا اخم کنیم، کجا اخم نکنیم. میمیک صورتمون رو کجا ترش و تند و شیرین کنیم که طرف متوجه حرکات ما بشه، منظور ما بشه. این مورد جزء مواردی هست که ما نباید هیچ عکس‌العملی نشون بدیم، حتی از میمیک و چهره صورت ما. ما فرض کنیم که 2 تا عروسک روی زمینن، روی تختن و هیچ عکس‌العملی نشون ندیم. فقط از قانون سویچ استفاده کنیم. قانون سویچ یعنی اینکه سویچ بچرخون، یعنی بحث رو عوض کن و بیایم مثلا اون گوشه یه تابلویی هست، خود بچه با آبرنگ کشیده، بگیم وای تابلوش چه قشنگه بچه‌ها، اصلا نگیم زودی بپوشین و زود جمع کنین، این کارا چیه، اصلا از این الفاظ استفاده نکنیم و صحنه رو به قول معروف به هم بزنیم، اون ورق رو برگردونیم به اصطلاح، یا بگیم بچه‌ها شما شام چی میخورین، نونی میخورین یا برنجی، بچه‌ها شما تو تراس شام میخورین یا سر میز با بزرگترا. بحثو چنان عوض کنیم که اون بچه حس نکنه که چیز بدی رو داره تجربه میکنه، میدونین؟ چون اگه بفهمه برای تکرار اون عمل میره یه نقشه جدیدتر میکشه، میگه این دفعه تو مهمونی‌ها چه جوری دیگه مامان اینم بپیچونم که مچ ما رو نگیره. چون بچه‌ها خیلی زیرک‌تر از این حرفان، خیلی زرنگ‌تر از این حرفان. پس حواسمون رو جمع میکنیم، اون لحظه هوش هیجانیمون رو کنترل میکنیم که حالمون بد نشه. حالا تربیت جنسی چجوری آموزش داده بشه و از کی؟ تربیت جنسی از بدو تولده، از اون لحظه‌ای که به دنیا میاد، از مدل رفتارهای من، از مدل لباس پوشیدن من، برخوردهای من، حرف زدنهای من، تربیت جنسی شکل میگیره. اگر خیلی خانواده پوشیده و محفوظ به حیایی هستیم و روی لباس پوشیدن حساس هستیم، پس از خودمون شروع کنیم. من مامان مدل لباس پوشیدنم جوری باشه که توقع دارم. نگیم حالا یه باره، حالا حموم اومدم، حالا باباشه، حالا یه باره. وقتی که چسب مای بیبی رو از روز اول میخوای باز کنی، حواست باشه عمو محرمه، دایی محرمه، ولی 6 تا مرد دورش نباشن، ذوق دارن، تازه به دنیا آمده. این چسب رو هر جایی باز نکنی. اگه این چسب رو هر جایی باز کردی، میشه وقتی که از جیش میگیری، میگی مثلا دخترم بریم جیش کنیم، همونجا شلوارشو میاره پایین و میگه بریم جیش کنیم و براش عادیه. از دستشویی میاد باید بدوی دنبالش، لباس زیرشو بپوشه، شلوارشو بپوشه و براش عادیه، چون این مدلی یاد گرفته. ببینید بچه‌های ما آینه ما هستن. امکان نداره اون مدل رفتاری و ما رفتار نکرده باشیم و بچه ما اون بشه. درسته ژن و محیط و اینام تاثیر داره، ولی شما 100 بار میری جلوش دستشویی، لباس میپوشونیش، نمیپوشونی، چسب مای بیبیشو، 2 بارش مادر شوهرده، 5 بارش مامانده، 5 بارش همسایده، دوستده که رفت آمد داریم. عمده روابط با خود پدر و مادره. پس حواسمون رو جمع میکنیم، نگیم حالا داییشه، بابا بزرگشه، این چسب مای بیبی جلو هر کسی نمیکنیم، باز نمیکنیم. حمام کردن و همینطور و همه این عادت ها تربیت جنسی رو به بار میاره. پس عرض کردم بستگی به لول پوشیدگی و سطح توقعی که شما از پوشش و تربیت جنسی دارید داره. ما با این تکنیک های آسون میتونیم آموزش جنسی رو به بچه هامون بدیم، تربیت جنسی رو به بچه هامون انتقال بدیم
و بهشون یاد بدیم در معرض آسیب قرار گرفتن چجوری از خودشون دفاع کنن. و کنترل پدر و مادر تا حدی میتونه باشه، تا 7 سال که بچه پیش خودته، 6 سال که بچه پیش خودته، حالا تو خونه که هیچ مهمونی رفتی یا مهمون اومد تو 3 دقیقه کنترلش میکنی، چکش میکنی. مدرسه رفت میخوای چیکار کنی؟ باشگاه رفت میخوای چیکار کنی؟ و جامعه ما پر از این تنش‌ها، چالش‌ها و ناملایماتی که ما دوست نداریم برای ما اتفاق بیفته. کلاً فضا جامعه از لحاظ مالی چالشه، از لحاظ تربیت جنسی چالشه، از لحاظ تربیت اخلاقی چالشه، از لحاظ آب و هوایی چالشه، از همه لحاظ چالش وجود داره تو همه فضای، تو همه کشوری، تو همه دنیا. این که ما چجوری از پس این چالش‌ها بر بیاییم و حالمون اون موقع چجوری میشه و چجوری مدیریت کنیم و قبل از اون آموزش صحیح رو دیده باشیم و به فرزندمون انتقال داده باشیم یا نه، اصل کاره. پس من والد آموزش میبینم تا چکیده اون رو به فرزندم آموزش بدم. اگر مامانی آموزش نبینه، اگر پدری آموزش نبینه، میشه جریان نوار بهداشتی خریدن. 7 تا کمد قایم میکنیم، 7 نفر از 7 نفر قایم میکنیم که من عادت ماهیانم، صدامم نباید در بیاد و از این قبیل داستان ها. پس با من همراه باش و آموزش جنسی رو به کودکت یاد بده.